بینندگان عزیز سلام. خبر فوریتی دارم، اونم چه فوریتی. به محض اینکه جواد زخیم پاشو گذاشت تو سوئیس و تا اومد یه غیر خشک و خالی به کمر در و داغونش بده، به ناگهان عظما مثل روتیل عمامه‌دار پرید وسط مور و ملخ‌های بسیج و واسهشون کلاس استکبار شناسی گذاشت. استخوان بندی استکبار در همه دوره ها یکیست، البته شیوه ها و خصوصیات و روش ها در هر زمانی تفاوت میکنه. امروز هم استکبار، نظام استکباری وجود دارد. رأس استکبار هم در دنیا دولت ایالات متحده آمریکاست. آخه ببین، استخونبندی و آناتومی استکبار که دردی از این بسیجی ها دوا نمیکنه. این استخونبندی ناقص توه که بابای این جماعت قزمی تو در برده. خب حالا گیرم که استخونبندی استکبارم فهمیدی معنیش چیه؟ تو میخوای چه غلطی بکنی؟ آیا این به معنای جنگ طلبی نظام اسلامی است؟ آیا این به معنای این است که نظام اسلامی قصد دارد با همه ملت‌ها، با همه کشورهای عالم چالش داشته باشد؟ آیا معناش اینه؟ دیدید؟ نه جان موشگاف، دیدید؟ سمبولیزاسیون جنگ طلبی رو ملاحظه فرمودید؟ آقا به خاطر همین یه جمله هیچ بعید نیست جایزه صلح نوبل سال بعد و به نام عظما کنن. اما سیدعلی بعد از 1 ساعت روزخونی درباره استخونبندی و اعضاب و جوارح استکبار النهایه دوباره دمر شد رو میز مذاکره و رفت واسه کوف کردن قهرمانانه زهر نوش جان. بنده اصرار دارم بر حمایت از مسئولانی که اجرای کار بر عهدهشونه. از دولت بنده حمایت میکنم، از مسئولان حمایت میکنم، مسئولان داخلی، مسئولان خارجی. وظیفه ماست، همه دولت ها. آقایون 5+1 متوجه منظور سیدعلی شدید یا نه؟ منظورش اینه که آقا شیخ فرینا تو ژنو 3 اختیار کامل دارن. منظورش اینه که زهر رو بریز میخوری، جون باراک اهلشی. اما سیدعلی اینجوری که نمیشه، بسیجی ها الان رم میکنن 2 تا عرعر بسیجی خر کنن بیا. ما البته در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی کنیم. یه خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود. اینو گفتیم به مسئولین و موظفن که این حدود رعایت کنن. خب علی گدا، کل برگایی که دستت بود همین بود؟ آخه ترتیزک، یه قلوب زهر رو یه پک دود و دم که نمیشه که. آخه خلاف کردنم بلد نیستی. خب سنگکوب میکنی نفله. اصلا ولش کن، من چرا بگم؟ باشه همینجوری لنگون لنگون برو ببینم چی میشه. وقتی جنازه ظریف رو با یه تانکر زهر از ژنو برگردوندن، اون وقت بهت میگم تا اون موقع وسط بسیجی ها بزتو برقصون. مووید مووید. Physically fit, physically fit, woman. Physically fit, woman. I like to move it, I like to move it, I like to move it. You like to move it. I like to move it, I like to move it, I like to move it. You like
شکار